همین پول، شهرت، دولت انسان را دیگرگون کرده میتواند. زیرا اگر اکثر مردم سوال کنیم میگن او پول انسان را دیگر میکنه، این پول انسان را این میکنه. پول انسان را دیگر نمیکند. پول کی بودن انسان را نشون که بغیر از هر کسی که از نفهمیدید، یعنی که بعضا چیزو هست، مثل ما که فیلم تاریخی ثبت من فهمیدم. چیزو هست برای همین نماینده کمیته تلویزیون هم اکا دلاور بخشش گفتن، برای گفتن که شما ریش ما برای که فیلم تاریخی ساخت بکنید. اما بلوگر ها یک نفر دو نفر برآمد، یک نفر بلوگر است، ریش دارد، یک چند مرتبه درباره ریش برآمد گفت انا ما ریش داریم، انا ما مو داریم، میگفت دلاور سفرов نام دارد، انا همین روز هم برآمد. این یک مشرک است، یک خبیث است، یک کذاب منافق است. حاضر دیدید برآمد چی میگه؟ من این ریش رو خیر به خاطر فیلم موندم. یعنی شما میگید فهمید که من این ریش رو به خاطر دین، به خاطر الله و رسول، به خاطر دینم نموندم، به خاطر اکتیوری موندم. میگید اکتیوری شاید میگید شما فریب خورده ای خیلی بلوگر ها نشوید. بلوگر های دیندار مگر هست؟ بلوگر طالبین مگر هست؟ اصلا طالبین بلوگر نمیشد، طالبین به دعوت نشون میشد. این بلوگرها رو به یک طرف ترکش بکنید. انا اینها سبب فتنه، اینها سبب منتشر شدن باطل، انا اینها هستند که به خاطر همین طاقتشون میجنگند، اونها رو دفاع میکنند، میبرند، دروغ میگویند و مردم فریب میتن. الله خورشون بکند. الله المستعان. ما بالاخره به الله سبحانه